سرخط خبرهای مهم. در تاجیکستان نرخ اینترنت ارزان و سرعتش تیزتر شده است. از روسیه به تاجیکستان بیش از 550 تابوت آوردند. 4 نفر در استرافشان زیر خواب ماندند. آرزوتان بخیر باشد بیننده های گرامی. به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. امروز پنجشنبه 24 ایول است. سردار خدماتی علاقه تاجیکستان اسفندیار سعدالله میگوید نرخ اینترنت در کشور ارزان و سرعت آن بهتر شده است و روز 23 ایول در نشست خبری در دوشنبه گفت ارزش میانه اینترنت با سرعت 1 مگابیت ثانیه به 17 سومانی کاهش یافته، نرخ میانه 1 گیگابایت بسته اینترنت موبیلی به 2.5 سومانی رسانده شد. سردار خدمات گفت کسانی که تعرفه اینترنتشان حالا از 5 مگابیت پست است می توانند به شرکت‌های موبیلی خدمت رسان شکایت کنند تا به مشکلشان رسیدگی شود. سخنان رئیس خدمات علاقه در حالی است که شکایت‌ها از نرخ گران و صفت پایین اینترنت در تاجیکستان سالها با صدا می‌دهد. در رده‌بندی ماه اپریل امسال در سپید تست گلوبال ایندکس تاجیکستان از روی سرعت اینترنتی ثبت شده یا ناقلی در بین 155 کشور زینه 117 را کسب کرده بود. در 6 ماه اول امسال جسد نزدیک به 600 شهروند تاجیکستان طریق هواپیما انتقال داده شده است. تنها طریق فرودگاه بین‌المللی دوشنبه تابوت 569 شهروند تاجیکستان را به وطن آوردند. در این باره در ورقه اطلاعاتی اوید به فعالیت نیم ساله این فرودگاه خبر داده شده است. اما در این ورقه اطلاعاتی مشخص گفته نشده است که این جسدها را از کدام کشورها آوردند. همزمان شماره تابوت‌هایی که از راه زمینی به تاجیکستان آورده شدند معلوم نیست. روز 24 ایول سال گذشته آژانسی هوانوردی تاجیکستان گفته بود که دوام نیم سال جسد قریب 180 نفر را به تاجیکستان آوردند. سال 2023 به تاجیکستان حدود 850 تابوت آوردند. هر سال تا 1000 تابوت مهاجران به وطن آورده می شود و سبب مرگ آنها کشتار، بیماری و صدمه و تصادف در ساختمان گفته می شود. در 6 ماه سال جاری در تاجیکستان 51 طبیب جای کار خود را ترک کرده به مهاجرت رفتند. در این باره جمال الدین عبدالله‌زاده وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی خبر داد. به گفته او در این دوره جمع 655 طبیب به کار قبول گردیده 508 طبیب ساحه را ترک کردند. در همین حال به گفته عبدالله‌زاده از 51 نفری که به مهاجرت رفتند 31 نفرشان به تاجیکستان برگشته فعالیت خود را ادامه می‌دهند. وزیر تندرستی گفت سال از سال با مقصد مهاجرت ساحه را ترک کردن طبیبان کاهش می‌یابد و در مقایسه با سالهای پیشین که در یک سال تا 500-600 طبیب به مهاجرت مهنتی می‌رفتند این آمار خیلی کاهش یافته است. بسیاری از کارمندان طبی تاجیکستان که در روسیه کار می‌کنند پیش از همه مزد بهتر را دلیل مهاجرت می‌نامند. به گفته آنها در تاجیکستان دکتران با معاش کم زندگی می‌کردند و بیشتر در فکر روزگذرانی و دریافت پول بودند نه تکمیل دانش خود. به اطلاع رسمی فعلا در ساحه طب تاجیکستان 1600 متخصص نمی‌رسد. در منطقه‌های دوردست کشور اکثرا طبیبان اولوی اینچنین متخصصان ساحه‌های نرکولوژی و سیلشناسی، رنتگنولوژها و در بعضی مناطق طبیبان بیماری‌های زنانه و جراحان نمی‌رسند. در 6 ماه اول سال جاری در کارخانه‌های صنعتی و کوهکاری تاجیکستان 24 حادثه ناخوش و یک صدمه 3 سالی ثبت شده در نتیجه 30 نفر جان باختند و 22 کس دیگر زخمی شدند. مسئولین خدمات نظارت دولتی به خطر کارها در صنعت و ساحه کوهکاری سبب‌های اساسی حادثه‌های ناخوش را در بی‌مسئولیتی مهندسان تکنیکی کارخانه‌ها در جای حادثه به احتیاطی جانباختگان، رعایت نگردیدن قاعده‌های بی‌خطری صنعتی و کمبود متخصصان ارزیابی کردند. ادامه موضوع را در گزارش علیشیر ظریفی و برات یوسفی می‌بینیم. نیروی برقی آبی روغون 5 حادثه ناخوش صنعت رحیم رئیس خدمات نظارت دولتی به خطری کارها در صنعت و ساحه کوهکاری در نشست خبری نهاد زیر رهبریش گفت در نیم ساله اول سال جاری در کارخانه‌های صنعتی و کان‌ها 24 حادثه ناخوش ثبت شده است که در نتیجه 18 نفر جان خود را از دست داده 20 تن جراحت برداشتند. و تاکید نمود که آمار مرگ کارگران نسبت به همین دوره سال گذشته 4 و جراحت برداشتگان 14 نفر بیشتر شده است. سبب‌های اساسی حادثه‌های ناخوش
این به مسئولیتی مهندسان تکنیکی کارخانه‌ها در جای حادثه به اهمیتی جبردگان هنگام کار با ابیکت‌های خطرناک رعایت نگردیدن قاعده‌های بی‌خطری صنعتی در رفت کار با ابیکت‌های استحصالی خطرناک رعایت نکردن تکنولوژی کارگرد کن همچنین نداشتن متخصصان صاحبی میباشد. رئیس خدمات نظارت بخطری در ساحه صنعت و کوهکاری تاجیکستان تاکید کرد که در میان فوتیدگان شهروندان خارجی نیز ثبت شده است، ولی از مرگ 8 افغانستانی در شمال کشور اظهاری بی‌اطلاعی نمود. او گفت آنها نیز در این باره از رسانه‌ها خبر یافته به کارخانه متالورژی تاجیک و مقامات حکومت محلی، مقامات انتظامی و بیمارستان تماس گرفتند، اما با قول صنعت رحیموف هیچ یکی از این نهادها حادثه را تصدیق نکردند. ممکن واقعا دوست در دیگر جا برای آنکه این شهروندان در یگان جو واقعی گرفته شده بودند، نه یگان کس میدونن کجا بودند. اگر طرف افغانستان داشته باشه ثبوت پیشنهاد کنن، ما تیاریم که تفتیشات کنیم. اما اون خبری که در تریک دو که کدام کارخانه در کار کردن در نوعی عینی کار کردن، این حادثه تصدیقش نیافت. این در حالی است که قبلا یک منبع در خدمات نظارت در ساحه صنعت و کوهکاری بر رادیوی آزادی گفته بود که دادستانی ناحیه عینی با تحقیق مرگ 8 افغانستانی در یک کان انگشت شروع کرده است. درباره جان باختن 8 کارگر افغانستانی در یک کان انگشت در ناحیه عینی اول شده رسانه‌های افغانستان خبر دادند. و اطلاع رسانه‌های این کشور حادثه بعد از ظهر 9 می رخ داده است. تلویزیون ملی افغانستان که زیر نظارت طالبان است، روز 10 می با تکیه بر ریاست آمادگی مبارزه با حادثه‌های طبیعی طالبان در ولایت دایکندی خبر داده است که همه قربانیان ساکنان همین ولایت هستند. هرچند نمایندگان خدمات در رخ دادن حادثه‌های ناخوش بعضن ساکنان را گناهکار می‌کنند، در گذشته جبریده‌ها از چشم‌پوشی مقامات به قانونشکنی مسئولان کارخانه‌ها شکایت داشتند. ریاست کمیته حالات فوق‌العاده در ولایت سوغد اطلاع داد که 4 ساکن شهر استرافشان هنگام کندن خندق زیر خاک مانده و یکی از آنها به هلاکت رسیده است. بنا به اطلاع منبع، این افراد زمان زیر خاک ماندند که سرگرم کندن خندق بودند و ناگاه توده عظیم خاک بالایشان سرازیر شد. در پی این حادثه 3 نفر با جراحت‌های وزنین به بیمارستان شهر استرافشان انتقال داده شده است. منبع میگوید در کار نجات زیر خاک ماندگان افسران بخش ریاست کمیته در شهر استرافشان همراه با ساکنان سهم داشتند. شخص هلاک شده در این حادثه یک ساکن 31 ساله محله نوایی بوده است. زخمیان هم که 2 نفرشان 31 ساله و 1 نفر 21 ساله هستند، ساکنان همین محله بودند. سبب حادثه رعایت نکردن قاعده‌های بی‌خطری هنگام کار گفته شده است. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می‌دهد. با قرار بانک مرکزی روسیه از 24 ایول سال 1993 استفاده پول‌های شوروی نمونه سال 1961 منع گردید و در قلمرو روسیه اصلاحات پولی جاری شد. 24 میلیارد دانه روبل سوویتی کاغذی از استفاده گرفته شد. این اصلاحات برای آنهایی که از ذخیره‌های کلان پولی خود محروم شدند ضربه دیگری جبران ناپذیر گردید و دولت روسیه هم نتوانست قرب روبل نو خود را قوی‌تر گرداند. 24 ایول سال 2012 دو روز بعد کشتار گنرال عبدالله نظرов سردار ریاست کمیته امنیتی ملی در خروغ از دوشنبه به مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان نیرو فرستاده شد. در تلاش بازداشت عاملان کشتار نظرов و هم به اصطلاح رهبران نافرمان غیر رسمی بدخشانی مقامات عملیات نظامی را به راه ماندند. از کشته شدن 23 نظامی و 21 ملکی خبر داده به درستی عملیات تاکید کردند، ولی ناظران میگویند محض بعد این حادثه ها احساس نارضایت از دوشنبه در ولایت شرقی تاجیکستان و در مقابل موردهای سرکوب منعقدان بالا گرفت.
24 ایول سال 2021 بر اثر کووید 19 در سن 77 سالگی شاعر خلقی تاجیکستان سعید علی مامور درگذشت. مؤلف مجموعه های زورق امید، سوگند، سالگیری، مجموعه شعرها برای کودکان با نام سوزنک، نواهای گلدره، کرچی خربوزه و دیگرها بود. شعرهای الهیده‌اش در مطبوعات ایران و افغانستان بازنشر شده است. سرنوشت او را فاجعه آمیز نامگذاری کردند چون فرزندان و همسرش پیش از او درگذشتند. بانک ملی غربی اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است: 1000 روبل روسیه برابر است به 121 سومانی، 100 یورو 1112 سومانی و 100 دلار باشد 958 سومانی مقرر شده است. این غربی رسمی است و از بانک‌های تجاری فرق می‌کند. اینجا رسیدیم به پایان برنامه. با شما تا فردا خداحافظی میکنیم. روزی خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.